پارچه رو به صورت دولا پهن میکنیم. از قسمت دولای بسته 23 سانت میایم جلو علامت میزنیم و این خط صاف میکشیم. حالا از این نقطه 7 سانت برید بالا علامت بزنید این خط صاف و از این قسمت 28 سانت. حالا این دو نقطه رو با خط صاف به هم وصل میکنیم و روی خطوطی که کشیدیم برش میزنیم. کار رو باز میکنیم، لبه کار رو 1 سانت میدیم داخل و اتو میزنیم. حالا دور تا دور کارمون رو با دقت دخت میزنیم. حالا کارمون رو میذاریم کنار. به یک مستطیل به ابعاد 28 در 5 سانت نیاز داریم که به این صورت تا میکنیم. این قسمت رو دوخت میزنیم. بعد کار رو برمیگردیم و اتو میزنیم. ما به یک کش 1 سانتی به طول 15 سانت نیاز داریم که به این صورت از داخل مستطیل رد میکنیم. ابتدا به انتهای کش رو دوخت بزنید تا فیکس بشه. در آخر همونطور که نشون میدم کش رو وسط کارمون میذاریم و دو طرف رو روی کش برمیگردونیم و دوخت میزنیم. اون به سمت مقابل هم همین کار رو تکرار میکنیم. بعد دوختای اضافی رو قیچی میکنیم و کارمون رو برمیگردونیم و به همین تمیزی صاحب یه دستمال سر زیبا میشید. لایک و سیو و شیر یادتون نره عشقا.